فرانسه، دکترای جامعه زبان انگلیسی هاروارد، خلبان بوینگ 747، خلبان فانتوم F-14، خلبان شکاری F-16، خلبان افتخاری تیم فرشتگانان آبی با گروه جت امریکایی برای اولین بار، سهامدار شرکت هواپیمایی F-14 که باعث خشم جیمی کارتر و کنگره امریکا شد و اولین دلیل سقوط شاه، 70% سهامدار شرکت بنز گروپ آلمان، سهامدار شرکت هوایی شارلز دیگول فرانسه، سهامدار امریکن اینتر سرویس، سهامدار شرکت رویال کلب، سهامدار شرکت دلر امریکا که بعدها تلویزیون شهاب شد. اولین شاه ایران که شاه 60 کشور دیگر در پشت سرش رژه رفتند. بزرگترین دارنده هلیکوپتر کبرا بعد از امریکا، بزرگترین سهامدار تانک مرکوری انگلستان، دارای ارتش زمینی هوایی دریایی 5 دنیا، نشاندار به خاورمیانه.